امروز یه ماشین اینجاست که کلکل سرش تو بازار خیلی زیاده. طرفداراش میگن که کابوس لگن‌های چینی، شکارچی کفترها. حالا مدیونی اگه فکر کنی شاهینو میگن. اونایی هم که خوششون نمیاد میگن یه لگن حلبی که اصلا راه نمیره. بهتره ما این چیزا رو ول کنیم، بریم خودمون ببینیم چه جور ماشینیه و آیا ارزش خرید داره یا نه. با مبحث تلخ قیمت شروع میکنیم. دارا وی4 الان به چیزی حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده تو بازار و کارخونه هم داره تو حوالی 900 میلیون تومان تحویلش میده. ولی وقتی از این حدود قیمت صحبت میکنیم انتخاب اصلا کار راحتی نیست. چرا؟ چون رقبا زیادن. ما شاهین پلاس رو داریم، دنا پلاس اتوماتیک توربو رو داریم، فردا 511 رو داریم، جک جی 4 رو داریم و حتی چند مدل پایین‌تر آریزو 5 آی ای اتاق جدید رو هم میشه خرید. اما به نظرتون کدوم یکیشون انتخاب عاقلانه تریه؟ از لحاظ طراحی واقعا میشه گفت که با خودرو زشتی طرف نیستیم. وقتی از نمای جلو به ماشین نگاه میکنیم با یه چهره خشن و جذاب طرفیم که میشه گفت تا حدی تحت تاثیر فورد مستانگه. یک کاپوت عضلانی داریم با طراحی خطی، چراغ‌ها هم به شکل تیز و خطی طراحی شده که ترکیبش با کاپوت و وصل شدنش به جلو پنجره واقعا حس خوبی میده به آدم. تو نمای جانبی رینگ‌های آلومینیومی 16 اینچی رو داریم که الهام گرفته از رینگ پژو 2008 و انصافا رخ خوبی به ماشین داده. یه مشکلی که تو نسخه‌های قدیم بود این بود که اکثرا مردم شاکی بودن، میگفتن کیفیت رینگ‌ها پایینه، به مرور تاپ برمی‌داره و رنگش هم میره. حالا به گفته ایران خودرو توی نسخه‌های جدید دیگه این مشکل حل شده و توی ساخت رینگ‌ها از آلیاژ بهتری استفاده شده و کیفیت رنگ بهتری هم داره. نمای کناری به صورت کلی خوبه، سوال خوبی داره، ولی یه حس ناهماهنگی هم بعضی وقتا میده. اون به خاطر اینه که ستون بی ماشین با بدنه رنگش تفکیک نشده و یک رنگه. اگه بیاید این ستون رو یه برچسب مشکی بزنید واقعا حس سوال نمای کناری عوض میشه. شیشه ها درصد دودیشون نسبت به نسخه های اولیه بالاتر رفته. شیشه جانبی عقب و شیشه عقب دیگه تقریبا هیچی داخل معلوم نیست، 35% دودیه. چراغ‌های عقب طرح جدیدن و به مراتب بهتر از چراغ‌های قدیمن. دوربین این قسمت نصب شده و آنتن کوسه‌ای رو روی سقف داریم. اولین چیزی که وقتی سوار دارا میشید حس میکنید راحتی خیلی خوب صندلیاشه که تو این رنج هیچ کدوم از رقیباش به این راحتی نیستن. خب این البته به این معنی نیست بگید که سواریش خوبه، راحت، نرمه و ظاهرم که داره خب بریم بخریم دیگه. نه، کلی هم ایراد هستش که به مرور بهشون میرسیم. ترمز ماشین برعکس این که میگن خیلی به درد نخوره، یعنی شما هر ویدیویی ببینی یک میگن این ماشین راه نمیره، دو میگن که ترمز خوبی نداره. ولی اینجوری نیست، کارش رو خوب داره انجام میده. یعنی ABS به موقع میزنه، 4 تا چرخ هم دیسکن و انحرافی هم شما هنگام ترمزگیری شدید از مسیر نداری. خب با توجه به شتاب گیری این ماشین ترمز ماشین خوبه. یعنی چی میگم با توجه به شتاب؟ یعنی اینکه اگه این ترمز ما روی دنا پلاس توربو ببینیم قطعا میگیم که ترمز خوبی نیست، ولی روی این ماشین کارو در میاره. 100 تا 0 این ماشین توی 45 متر و 32 رقم خورد. این در حالیه که واسه اینکه بیشتر بدونید من الان دارم بررسی جک جی 4 رو همزمان میگیرم. جک جی 4 از 100 تا 0 توقف کاملش توی 49 متر و 70 بود. اختلاف خیلیه، میبینی؟ یعنی اینکه ترمز این ماشین داره عملکرد مناسبی به شما میده، عملکردش ایدئاله. ولی چرا همه میگن بده؟ به خاطر اینکه حس خوبی هنگام ترمزگیری به شما نمیده. دلیلش چیه؟ یک، پدال ترمز پایین میگیره و دو، وقتی ترمز شدید ماشین کله میکنه که این دلیلش چیه؟ دماغه ماشین نسبت به ماشینی مثل سورن، نسبت به ماشینی مثل جک خیلی سنگین تره. سر همین حس اطمینان رو به شما نمیده. وگرنه عملکرد ماشین، ترمز ماشین عملکرد خوبیه.
اتاق ماشین با اینکه جا داره ولی یکم حس خفگی به آدم میده، یه حس بسته بودن، اونم به خاطر بالا بودن داشبورد و فاصله کم شیشه ها. ولی خوب صداگیری شده، عایق‌بندی عالیه، اتاق خیلی کیپه. یه مسئله خیلی رو مخی که طی این چند روز بهش برخوردم، 4-5 روزی که دارم استفاده میکنم، یه صدای زوزه‌ایه که داخل اتاق میپیچه. 10 دقیقه اولی که روشن میکنی این صدا نیست، ولی یه خورده که گرمتر میشه ماشین به اوج خودش میرسه. توی دورهای بالا و تعویض دنده ها هم که به وضوح داخل اتاق شنیده میشه. چرا میگم داخل اتاق؟ چون وقتی کاپوتو بدی بالا، نه این صدا از تسمه است، نه از دینامه، نه از گیربکس، چون روی حالت پی هم شما بذاری، حالت پارک بذاری و گاز شدید بدی، تا حدودی باز اون صدا رو میشنوی. پس این یعنی اینکه این زوزه گیربکس نیست، زوزه تسمه نیست، زوزه دینام نیستش و از بیرون به هیچ عنوان شنیده نمیشه. از کجا شنیده میشه؟ از زیر داشبورد، قسمت منیفول شنیده میشه که بیرون نمیاد، چون زیر داشبورد داخل اتاق میاد. این صدا برای آدمای حساس واقعا میتونه آزاردهنده باشه، تا جایی که مالک این خودرو که از قضا آدم خیلی حساسی هم هست، به خاطر این صدا قصد فروش این ماشین رو کرده. وقتی نمایندگی برده گفته این طبیعی، اکثر تاره‌ها دارن، در صورتی که طبیعی نیست. این یک صدای اضافه است داخل خودرو و هر چه سریعتر ایران خودرو باید این مشکل رو برطرف کنه. عملکرد گیربکس توی ترافیک الان تقریبا میشه گفت 40 دقیقه است ما توی ترافیک نواب داریم رانندگی میکنیم و هیچ ایرادی، هیچ تغییری از گیربکس دیده نشده. چرا؟ چون آخرین آپدیت ها واقعا مثل اینکه کارساز بوده، اما هنوز هم یک خنگی داره که اگر یک سربالایی خفیفی شما در حین حرکت باشی توی یه سربالایی خفیف، واقعا نمیفهمه که باید الان دنده عوض کنه نکنه. این موردم اگر حل شه میتونیم بگیم که گیربکس تقریبا به صورت تمام کمال با موتور هماهنگ داره کار میکنه. اما به جز یک مورد که این یه مورد رو دیگه با نرم افزار نمیتونن حل کنن، اونم تقییه که شما وقتی از حالت پارک میخوای بیای تو حالت درایو، یک تقی میزنه به ماشین، یه لرزشی به کل ماشین وارد میکنه که این هم یک ایرادیه که برطرف نمیشه. دارا به صورت کلی ماشین جادارتری نسبت به دنا. من الان صندلی جلو رو روی قد خودم تنظیم کردم، با این حال زانوها راحته، فاصله زانو تا صندلی نسبتاً میشه گفت راحته و به صورت کلی راحت نشستم، اما فاصله سر تا سقف خیلی مناسب نیست و مماسه. به ساعتگاه دست داریم برای سرنشینای عقب به همراه 2 تا جالیوانی، جای بطری آب برای هر 2 تا در تعبیه شده، بلندگوها تاقچه عقب کار شده به جای در، و اینکه شیشه بالاور هم دکمه هاش روی در انتقال پیدا کرده. و اما صندوق عقب، شما میتونید از 3 طریق صندوق رو باز کنید. یکی فشردن و نگه داشتن دکمه روی ریموت، دیگری از داخل اتاق و سومین گزینه سنسور پا که قرار دادن روی این خودرو. حجم رسمی اعلام شده صندوق 640 لیتره که واقعا بزرگ و خانوادگیه. اگه میخواید بدونید، دنا پلاس تنها 500 لیتر و آریزو 5 430 لیتر حجم صندوق در اختیارتون قرار میده که این شگفت انگیزه. اگر فضای بیشتری بخواید باز هم راه دارید، شما میتونید با خوابوندن صندلی ها، جفت صندلی هم این هم کناریش، به فضای خیلی بیشتری در حد یک تخت خواب دسترسی داشته باشید و 2 تا تلویزیون 55 اینچ بانه بخری، راحت جا بدین تو، بیاری به سمت تهران. نمای داخلی بد نیست دیگه، اون حس بیکیفیت پژو پارس های سابق و بعضی از ماشین های سایپا رو نمیده. البته که متریال هنوز کیفیتش از خودروهای وارداتی به شدت پایین تره و اینکه یه بوی بدی، بوی نوعیش یه بوی بدیه که اصلا خوشایند نیست. داشبورد کمی از حالت استاندارد بالاتر نصب شده، از اون ور اومدن یه شیبی بهش دادن که تأثیر منفی روی دید شما نداشته باشه و اینو خنثی کنه. البته خانم‌ها نگران نباشه، با اینکه داشبورد یکم بالاتره ولی صندلی انقدری بالا میاد تا تقریبا بچسبه به سقف و مشکلی توی دید خانم‌ها ایجاد نمیشه.
ایرادات مونتاژی هنوز سر تا سر ماشین دیده میشه، توی قسمت نمد و پارچه سقف گرفته تا این قسمت ها که اصلا همه وا رفته، در داشبورد که انگار باز نصفش، اینا رو انگار با تیغ موکتبری برش زدن. تو ماشینی که داری شما 900 میلیون تومان کارخونه است که 1 میلیارد تومان از شما میگیره، اینجور ایرادات دیگه نباید دیده بشه. کیفیت ماشین تا الان تعریف کردیم، تو هر جایی که بالا رفته، چه قسمت فرمون گرفته، هر مشکلی که داشته برطرف شده، آپشن های زیادی به ماشین اضافه شده، ولی هنوزم سر تا سر ماشین ایرادات مونتاژی دیده میشه، از بدنه گرفته تا داخل اتاق. رسیدیم به تست دنده عقب. حالا بچه‌ای که قدیمی‌ترا میدونن که ما تو ویدیوهای سایت رو دیدن، یه تست دنده عقب 1 کیلومتری داریم تو ویدیوها که این تست هم سربالایی شدید داره، هم سرپایینی داره، مسافتش هم زیاده و مسیر باریک و پهن و همه چی شاملش میشه که از این تست خیلی چیزا میشه فهمید از عملکرد ماشین و اینکه چطور میشه روش حساب کرد توی استفاده‌های شهری، به خصوص که تو جاهای شلوغ چقدر میتونید باهاش قدرت مانور داشته باشید یا نداشته باشید. شروع میکنیم از همین الان تا ببینیم که نتیجه به چه شکلی میشه. سربالایی شدیدترین سربالاییه که تقریبا الان تو مسیرمونه. ایست کامل میکنیم. کنترل حرکت توی سرشیبی داره خیلی عالی کار میکنه. پا ما هم از رو گاز برداشته بودم، هم از ترمز. حرکت نکرد، نمره قابل قبول گرفت. حالا یه پیچ تون داریم، دید ماشین خوبه. عملکرد گیربکس توی دنده عقب عالی. اونا گیربکس های ایتی خوبن، مثل سی وی تی نیستن که آزاردهنده باشه. من الان دارم با سرعت بالا از یه جای تقریبا باریک رد میشم. حالا سرپایینی شدید. ماشین اومد. اینم از قدرت مانور سرشیبیش. تمام، نمره قابل قبولی میگیره، 85 از 100. یکی از مواردی که واقعا نظر آدمو جلب میکنه نرمی حرکت و سواری این ماشینه، به خصوص توی آسفالت‌های خراب و اینا که به اوج خودش میرسه اون حس خوبی که میده. نسبت به چی؟ نسبت به ماشین‌های همردش مثل دنا پلاس، جک جی 4 و فردا 511. واقعا از این سه تا ماشین یه سرگردن بالاتره توی نرمی حرکت. ولی وقتی بحث شتاب وسط بیاد هیچ حرفی اصولا جلوی دنا پلاس نداره. این یک مقایسه نادرسته ها، یعنی شما اول ویدیو گفتم دیگه، هر کسی رو بهش بگی میخوام تا رو بگیرم میگه که نگیر راه نمیره. نسبت به چه ماشینی داری میگی راه نمیره؟ نسبت به جک جی 4 بریم ببینیم درگشو. همونطور که دیدی توی
تمامیه من حدود 10 بار این تست رو تکرار کردم، توی 10 حالت مختلف حتی راننده ها جابجا شدن، نتیجه یکسان بود و توی هر 10 بار تارا جلوتر از جکی جی فور بود. پس نباید فقط با یک ماشین بیای مقایسهش کنی بگی که خب چون دنا هست تقریبا تو این رنج قیمتی و این ماشین رو میگیره، صدا رو نگاه، این صدا دیگه رسیده به نسبت پیکانای 50 سال پیش که زوزه میکشیدن، واقعا اذیت کننده است این صدا. آره نباید بیای با یه ماشین مقایسهش کنی. دنا پلاس خب اون EF7 توربو روشه، این TU5 پلاس تنفس طبیعی، در عوض این یه اتاق جادار بهتون میده، امکانات بیشتری بهتون میده، یا یک فضای صندوق عقب خیلی جادار به شما میده. کدوم یکی از ماشینا همچین قابلیتی به شما میده؟ هیچ کدوم. پس این ماشین مزیت‌های خودش رو داره، دنا مزیت‌های خودش رو داره، جک هم مزیت‌های خودش رو داره. این که میگم هنوز گیربکسش جای کار داره و تپه نمیزنه، ولی هنوز توی سربالایی های خفیف یکم خنگ عمل میکنه. بذار من گوپرو رو بیارم کیلومتر رو بهتون نشون بدم. الان ما یه سربالایی داریم که خیلی شدید نیست. ببین الان من دارم خیلی آروم گاز میدم ولی دور موتور اومده تا 5000 و اصلا دقیق توی سربالایی ها دنده رو عوض نمیکنه. این بود از این. سال 1400 بود دیگه، نمیتونم نورینا رو تنظیم کنم، حالا دفعه بعدی شده. سال 1400 بود که اولین بار من سوار تاره شدم. انقدر سیستم فرمون این ماشین مشکل داشت که من اصلا صدام در اومده بود اون موقع. اون جایی که باید شل نمیشد، اون جایی که باید سفت نمیشد فرمون و اصلا مهمتر اوورهیت میشد و کمک برقی از مدار خارج میشد و فرمونت میشد مثل فرمون نیسان آبی. اما در کمال تعجب وقتی من سوار این مدل تاره B4 شدم، به قدری سیستم فرمون عالی داره عمل میکنه. توی پیچ ها بهترین عملکرد رو داره، توی سرعت بالا بهترین عملکرد رو داره و توی این تقریبا میشه گفت 1000 کیلومتری که من سنگین ازش تست گرفتم کوچکترین اوورهیتی نداشته.